اولین جایی که امروز رفتم توی آمستردام لومینه توی هتل دابل تری با هیلتون بودش. خیلی جای قشنگی بود. بعدش رفتیم رستوران تد. خیلی لوکیشنش قشنگ بود ولی غذاش خیلی جالب نبود. رستوران بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم دسیرن، لوکیشن، غذا، درینک همه چی عالی بود. 10 از 10. نوبتی هم باشه دیگه نوبت تجربه اسپا توی آمستردامه. اینجایی که ما رفتیم شنبه ها، یک شنبه ها، دو شنبه ها بدون مایو، ولی روزهای دیگه میتونید با مایو برید. هزینه‌ش هم برای 2 نفر شد 115 یورو. اگر دنبال یه رستوران ادایی توی آمستردام میگردید من اینجا رو بهتون پیشنهاد میکنم. خیلی غذاش عالی بود. حتما ریزوتوش رو امتحان کنید. کلی هم پرفورمنس داشتن. حتما لذت میبرید. روز بعدش با صدف مجموعه واندر رفتیم که پینک بیچ، باربی، باب اسفنجی همه اینا توی این مجموعه است. ورودی هم نداره و میتونید از همه لوکیشناش استفاده کنید. رستوران بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم سکرت گاردنه. محیطش، لوکیشنش، دیزاینش همه چیزش عالی بود. ولی اگه واقعا بخوام بهش نمره بدم 8 از 10. هزینه‌ش هم برای 2 نفر 158 یورو. سفر من همینجا تمام شد. از الیور صدف خداحافظی کردم رفتم فرودگاه.